خب من سلام عرض کنم خدمت همه دوستان که لطف کردن این ساعت از شب اومدم وبینار و تصمیم گرفتن وقتشون در اختیار من بذارن. من رضا جعفری هستم، دیتا ساینتیست شرکت نرم افزاری امپرداز و امشب در خدمتم تا مقدمه ای بر انقلاب جدید هوش مصنوعی Large Language Models ها LLM یا مدل های بزرگ زبانی داشته باشیم. امروز فقط در حد یک آشنایی، یک دید کلی از این حوزه داشته باشیم. حالا شاید اگر قسمت بود باز هم وبینار داشتیم تو هر یک از این موضوع ها میشه عمیق شد و جلسات صحبت کرد. فقط یک چیزی که من به چت و اینا تو این حالتی فول اسکرینم دسترسی ندارم. حالا اگر سوالی بود خب میتونید میکروفون بس کنید و بنده در خدمتتون سوالاتتون رو جواب بدم. همونطور که خودم معرفی کردم و راه‌های ارتباطی با بنده. اگر در مورد LLM ها علاقه‌مند هستید یا سوالی داشتید خوشحال میشم توی تلگرام باهاتون گپ و گفت داشته باشم و در این مورد صحبت کنیم. خب LLM ها رو من یک انقلاب جدید در دنیای هوش مصنوعی میدونم، نه تنها هوش مصنوعی، در تکنولوژی و زندگی روزمره مردم. ما قبلا هم یک انقلاب در دنیای هوش مصنوعی داشتیم. سال 2012 با منتشر شدن پیپر الکس نت یک انقلاب جدید در دنیای هوش مصنوعی اومد. همه افراد تمرکزشون به سمت هوش مصنوعی رفت، پیپرهای خیلی زیادی اومد، مدل‌های زیادی توسعه یافته شد. اول الکس نت اومد، حالا ترتیبش اگه به درست یادم باشه VGG 16 اومد، VGG 19 اومد، رزنت اومد، اینسپشن اومد، اکسپشن اومد، افیشن نت اومد. اینا فقط توی تصویر بود. توی حوزه متن و سیکونشال دیتا مثلا RNN ها اومدن، LSTM اومدن. ولی خب این توسعه ها، این پیپر های جدید، این مدل های جدید فقط افراد حوزه هوش رو به خودش مشغول کرده بود. افراد خارج از حوزه هوش زیاد با هوش مصنوعی درگیر لاشون همون جدیه، بزرگترین و معروف ترینشون و خیلی ها رو درگیر کرد. این باعث شد که الان از بچه 2 ساله تا فرد 70 ساله حداقل در مورد کلید واژه هوش مصنوعی دیده باشن. هوش مصنوعی به زندگی شرکت ها تمرکزشون به ساخت محصولات بر پایه هوش مصنوعی هم بره و اینو ما الان توی جذابترین موقع از هوش مصنوعی هستیم، از زمان احداث هوش مصنوعی، از زمانی که آقای آلن تورینگ تست تورینگ رو تعریف کرد. تو این جلسه میخوایم در مورد LLM ها صحبت کنیم. من نمیخوام وارد آرکیتکچر و ساختار LLM ها بشم، اینکه مثلا چه لایه هایی داره پشت سر هم، کجا اسکیپ کانکشن داره و اینجور چیزا. نه، صرفاً بیایم اینو به عنوان بلک باکس بگیریم، یک جعبه بگیریم و در موردش صحبت کنیم. یکی از چیزهایی که در مورد LLM ها مشخصه این کلمه لارجه، تعداد پارامترهای زیادی که داره. تعداد پارامترهای زیاد فضای یادگیری زیادی رو به شما میده. فضای زیادی یادگیری دیتای زیادی هم میخواد. خب ما دیتای زیاد از کجا بیاریم؟ الان لارج لنگویج مدل ها ترین شدن روی پتابایت ها داده متنیه که ترین شدن. ما توی انقلاب قبلی هوش مصنوعی هم این مشکل داشتیم که دیتای لیبل زده خوب و با کیفیت کم بود و هزینه بر بود. حالا از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ مالی، از لحاظ وقت واقعا هزینه بر بود. اومدن به روشی تکیه دادن به اسم سلف سوپروایز لرنینگ. سلف سوپروایز لرنینگ روشیه که دیتا لیبل خودش درون خودش داره. مثلا حالا تصویر رو مثال بزنم که قابل لمس تر باشه. میتونیم به عنوان ورودی به یک مدل یه تیکه از عکس رو حذف کنیم و اینو به عنوان ورودی به مدل بدیم و خروجی مدل هم باشه اون عکس کامل، لیبل مدل هم باشه اون عکس کامل. تو این جریان مدل تلاش کنه که اون تیکه حذف شده رو پیش بینی کنه. در این جریان، در این
دیتاهایی که ما بهش میدیم به عنوان اینکه یک عکس ناقص رو میدیم عکس کامل رو به عنوان لیبل میدیم، مدل یاد میگیره. حالا در مورد تصویر مرز جسما رو یاد میگیره، رنگ رو یاد میگیره، بافت رو یاد میگیره و این میشه یک فاوندیشن مدل. حالا این فاوندیشن مدل رو میان فاین تون میکنن متناسب با تسکشون. فاین تون یه جور کاستومایز کردنه. میان مثلا اون فاوندیشن مدل دارن، اون یک نالج عمومی داره، اونو کاستومایز میکنن با تسک مورد نظر خاص خودشون. مثلا برای تسک کلاسیفیکیشن، تسک آبجکت دیتکشن، تسک اینستنس سگمنتیشن. این رو ما برای متن هم داریم که ما ورودیمون دیتامون به این صورتی که یه تیکایش ماسک شده، لیبلمون همون دیتا به صورت کامله و مدل تلاش میکنه این تیکای ماسک شده رو پیش بینی کنه. در تلاش برای پیش بینی کردن این مدل یاد میگیره، زبان رو یاد میگیره، کلمات رو یاد میگیره، قواعد رو یاد میگیره و به یک دانشی میرسه. به این نوع میگن ماسک لنگویج مدلینگ. تیکایی رو ماسک کردیم. ولی چیزی که اکثر LLM باش چیز شدن، ترین شدن، کازال لنگویج مدلینگه. به این صورت که اولین کلمه رو دادن بهش و ازش خواستن که مثلا مای نیم رو داشته، مای رو دادن بهش، خب ازش خواستن که دومی رو پیش بینی کنه. بعد مای نیم رو داشته، سعی می‌کرده ایز رو پیش بینی کنه. بعد مای نیم ایز رو داشته و تاش سعی می‌کرده که مای نیم سلیوان رو پیش بینی کنه. به این نوع تاسک میگن کازال لنگویج مدلینگ و اینجوری که ترین شده و به یک دانش خوبی در زبان رسیده، به یک بیس لنگویج مدل رسیده. حالا جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم که تفاوت بیس لنگویج مدل با اینستراکشن تون لنگویج مدل چی هستش. و شما هم دقت کنید وقتی که دارید از سایت چت جی پی تی استفاده می‌کنید که یک پرامپتی بهش دارید و اون به شما یک خروجی بده، دیدید کلمه به کلمه تولید میکنه. این اول یک کلمه تولید میکنه مثل مای، فرض کنید این حالا تو فاز اینفرنسه، فازی که داره مدل استفاده میکنه ازش. مای رو میده، بعد با یک آمار احتمالاتی درگیر با یک رندومنسی کلمه دوم رو تولید میکنه. بعد حالا دوباره مای نیم رو داره، با یک آمار احتمالاتی با یک رندومنسی کلمه سوم رو تولید میکنه و همینجوری پیش میره جلو. و این رندومنسش هم قابل تغییره. اکثر LLM که باش کار کنید، حالا اوپن سورس رو دانلود کنید، یک معیاری دارن به اسم تمپرچر معیاری بین 0 تا 1. 0 باشه دترمینیستیکه و 1 باشه خیلی خلاقه. اینم هر کدوم جای خودش کاربرد داره. اگه مثلا 0 باشه، شما توی بحثایی که نیاز داری مدل دقیق باشه استفاده کنید، مثل کدنویسی. 1 باشه خلاقیت بیشتری، جایی که می‌خواید مثلا نامه‌ای بنویسید یا داستانی بنویسید ازتون کمک می‌کنه. این مدل‌ها در راه یادگیری چنین دانشی، در راه یاد گرفتن این نوع، در راه این نوع ترین شدن دانش خیلی خوبی رسیدن. یکی از اخباری که چند مدت پیش منتشر شد به این صورت بودش که چت جی پی تی جون یک سگی رو نجات داده. داستان از این قرار بوده که یک بنده خدای سگش رو میبره پیش دکتر تا درمان کنه و دکتر حالا یه دارویی میده اینا، سگ 2-3 روز خوب بوده، بعد حالش بد میشه. این فرد اومده با کمک چت جی پی تی مریضی سگ خودش رو پیدا کرده بود. خب این در نوع خودش واقعا شگفت انگیز بود که از دکتر هم داره بهتر عمل میکنه در اینجا. ما حالا همونطور که قبلا گفتم 2 نوع لنگویج مدل داریم. یک بیس LLM داریم که بر پایه آن چیزی که قبلا گفتم سلف سوپروایز گفتم به اون میرسیم. بیس LLM کلمه بعدی رو تولید میکنه بر اساس اون دیتا ستش. مثلا اگه بهش بگیم once upon a time there was a unicorn، ادامه میده that lived in a magical forest with all her unicorn friends. و ازش بپرسیم what is capital of France، نمیگه پاریس. یه سری سوالات شبیه به اون که در دیتا ست خودش بوده تولید میکنه. امروزه آن چیزی که به عنوان چت جی پی تی میبینید اینستراکشن تون جی پی تی هستش و اینجوری که به صورت سوال جوابی ترین شده. یعنی حالا فرمت دیتا ست های اوپن سورس
مدل های LLM رو بررسی کنید، یک تکستیه که مثلا نوشته هیومن اینو گفته، اسیستنت اینو گفته، یا گفته که مثلا اینستراکشن اینه، اینپوت اینه، آوتپوت اینه. مدل این ساختار رو دیده و این ساختار رو یاد گرفته. به خاطر همین میتونه اینجوری به سوالات شما، به درخواست های شما جواب بده. یه جور فاین تون شده، اینستراکشن تون شده. و یک چیزی هم بود، یعنی شرکت اوپن ای آی خرید بسیار زیادی هم کرد برای یه نوع reinforcement learning به اسم reinforcement learning with human feedback. آدم های زیادی میشستن و با مدل کار میکردن و اگر مدل مثلا فیدبک میدادن به مدل، اگه مدل مثلا خوب جواب میداد، helpful بود، honest بود، harmless بود، بهش اوکی میدادن. اگه مثلا ریسیست بود، سکسیست بود، اینجور چیزا، بهش جواب منفی میدادن تا مدل درست بشه. نتیجهش این شد که الان چت جی پی تی رو ما داریم و ازش استفاده میکنیم و الان مثلا درست جواب میده. بعضی وقتی ازش بپرسیم که پایتخت فرانسه کجاست، به ما میگه پاریس. تعداد یکی از مشکلاتی که ما برای LLM ها داریم، تعداد پارامترهای زیادی هستش. ما الان مثلا برت داشتیم 345 میلیون سال 2018 تقریبا، الان رسیدیم مثلا برت حالا جنسش فرق میکنه با جی پی تی ها، حالا فالش جلسه جدا میشه، ولی خب الان رسیدیم به یه چیزی مثل جی پی تی 4 که الان مثلا اخبار ضد نقیضه، ولی خب چیزی که من شنیدم اخبار موثق بشم 1.8 تریلیون پارامتر داره. حالا برای اینکه درک کنید جلوتر بیشتر بررسی میکنیم. ببینید الان مثلا ما سری لاما 2 بهترین سری اوپن سورس لنگویج مدل اوپن سورس تو نسخه‌های 7 بیلیون پارامتری، 13 بیلیون پارامتری، 70 بیلیون پارامتری. فالکون همین صورت 7 بیلیون پارامتری، 13 بیلیون، 40 بیلیون پارامتری، 108 بیلیون پارامتریش همین 5 روز پیش منتشر شد که بزرگترین و بهترین مدل اوپن سورسه. و جی پی تی 3 هم که درموردش صحبت کردیم، جی پی تی 4 هم که گفتیم. خب این تعداد پارامترهایی که زیادی که داره کامپیوتیشنال ریسورس زیادی میخواد. ما به جی پی هایی با ویرم بالا میخوایم، جی پی های قدرتمند میخوایم. مثلا اگه بخوایم در نظر بگیریم این 7 بیلیون پارامتر داره لاما، مثلا نسخه یه مدل لنگویج مدل با 7 بیلیون پارامتر، هر ویت 32 بیت میگیره. ما 8 بیت هم در هر بایت داریم. ما واسه یک مدل کوچیکی مثل 7 با 7 بیلیون پارامتر چیزی بوده 28 گیگابایت ویرم میخوام که فقط واسه مدل اینفرنس کنیم، یعنی مدل واسه ما کار کنه و تکست تولید کنه. واسه یک مدل 70 بیلیون پارامتر 280 گیگ چیز میخوایم، ویرم میخوایم. حالا شما فرض کنید جی پی تی 3 چیزی بوده 170 تا 180 بیلیون پارامتر بود، جی پی تی 4 1.8 تریلیون پارامتر. این چقدر مثلا جی پی یو میخواد؟ خب آقا اب نداره، ما میریم جی پی یو ها رو میخریم. خب شما خیلی پولدار باشید جی پی یو رو بخرید. الان بهترین نسخه های جی پی یو که شرکت انویدیا منتشر کرده و در بازار وجود داره، انویدیا حاصل 40 گیگ و 80 گیگ میشه که بین 10,000 یورو تا 18,000 یورو قیمت داره تقریبا. و آخرین دستاورد انویدیا ایچ 180 گیگی که بین 28,000 یورو تا 30,000 یورو قیمت داره. قیمت هم واقعا گرونن و الان نیستن، یعنی انویدیا که داره هر لحظه سهامش رشد میکنه، شرکت هم خیلی وقت پیش اینا رو همه رو رزرو کردن خریدن تا یه مدتی شما فکر نکنم بتونید مستقیم شرکت جی پی یو بگیرید. حالا خب آقا ما پول داریم میریم 2-3 تا میگیریم. حالا ببینید این پست لینکدینی که چند روز پیش منتشر شد در مورد فالکون 180 بیلیون پارامتری، میبینید تو چه اسکیلی ترین شده. تو یک 3500 بیلیون توکن، هر 1000 توکن شما 750 کلمه در نظر بگیرید با 4000 تا آثر 40 گیگ. خب این هزینهش خیلی زیاده. حقیقتا اگر ما هیچ شرکتی داخل ایران نداریم که چنین جی پی آی داشته باشه، چنین حجم جی پی آی، و نه تنها ما بلکه هیچ شرکتی در ایران توانایی توسعه یک بیس LLM رو نداره. عملا ما نمیتونیم حالا با توجه به محدودیتی که داریم به بیس LLM ترین کنیم. حالا مثلا شرکت‌های خارجی، من روز داشتم صحبت کردم با عزیزی، مثلا بهشون دسترسی به دی جی ایکس میدن. دی جی ایکس
جی پی های گولی هستن که به هم دیگه وصل شدن و اینجور چیزا، یا اول کامپیوتر تو اونا باز میتونن، ولی خب ما اینجا هیچ کدوم از اینا دسترسی نداریم. خب این همه مشکل گفتیم، ما میتونیم بهشون غلبه کنیم؟ جواب خوشبختانه میتونم بگم که بله. جواب اینه که بله، ولی خب نه کاملا. چیکار میتونیم کنیم؟ 3 تا روش داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم. یک پرامپت انجینیرینگ، 2 اینفورمیشن ریتریوال و 3 فاین تونینگ. هر کدوم از این مباحث میشه توی یک جلسه در موردشون صحبت کرد، ولی خب من خیلی کوتاه میخوام در موردشون صحبت کنم که یک آشنایی صرفا باشون داشته باشیم. پرامپت انجینیرینگ چی هست؟ پرامپت انجینیرینگ که بیشتر هنر رو، یه پروسه‌ای که پرامپت هایی رو به مدل بدیم که بهترین جواب ممکن رو به ما بدن. اینکه شما بتونید با مدل خوب صحبت کنید، خوب پرامپت بدید که جواب درست رو بهتون بده، واقعا یک هنره و یک پروسه است. یعنی من بعضی‌ها رو دیدم که مثلا یه پرامپت جواب میگیرن، جواب نمیگیرن، ول میکنن، ولی نه، پروسه است. شما به مدل پرامپت بدید، صبر کنید، مدل به شما جواب بده. اگه جوابش اشتباه بود بهش بگید اینجا رو اشتباه کردی، درستش کن، یا نه اینجا رو اینجوری بگو. و یک پروسس گاهن بین 2 3 4 تا پرامپت به جواب ممکن خودتون احتمالاً برسید. یه سری پرینسیپل ها هست، یه سری بست پرکتیس ها هست که پرامپت های خوبی بنویسید، مقالاتش هم اومده بیرون. 2 تا اصل هست که اگه رعایت کنید احتمال زیاد جواب درستی رو بگیرید. یکی اینکه دقیق باشید، جزئیات کامل رو بگید. فرض کنید که یک LLM یک دریایی از دانش داره، شما هرچی دقیق تر باشید LLM رو محدود میکنید به یک حوزه خاصی از اون دانش و اونجوری میتونه که مثلا بهتر جواب بده. از کل اقیانوس به جای که کل اقیانوس رو بگردی، یه تیکه کوچیکی از اقیانوس رو بگردی که جواب شما رو بده کنه. و اینکه به مدل زمان بدید که فکر کنه. یکی از روش‌ها اینه که به مدل بگید آقا استپ با استپ بیا این کارو کن. تحقیقات نشون داده وقتی به مدل میگی استپ با استپ بیا اینا تحلیل کن و بعد جواب آخر رو به من بده، نسبت به زمانی که بگی کل جواب بده بهتر عمل میکنه. پترن های زیادی هست که میتونید حالا بخونید درش. مثلا پرسونا پترن رو داریم. مثلا اگه بخواید کد نویسی پایتون کنید، اولش به مدل بگید که آقا فرض کن تو یک پایتون دیولپری، حالا بیا به سوالای من جواب بده. این باز همون کاری رو میکنه که بی اسپسیفیک میکرد، میرفت تو یک حوزه خاص و جوابای شما از این حوزه خاص پیدا میکرد. زیرو شد پرامپتینگ رو داریم، حالا باید پیدا کنید و اینجور چیزا. شاید مدل شما قابلیت انجام کاری که شما میخواین رو داره، مثلا شاید سنتیمتر انالیسیس بدونه که میدونه یک مدل مثل جی پی تی 3.5 توربو چه سنتیمتر انالیسیس میدونه. و از اون ور مثلا فیوشات پرامپتینگ رو ما داریم که مثلا چند تا پترن بهش میگید، بعد از اون پترن ها الگو برداری میکنه. به نظر من آن چیزی که من دارم میبینم این که پرامپت انجینیرینگ ارزش خودش در آینده از دست میده، چون مدل ها به درک و دانش بهتری نسبت به زبان میرسن. حالا یک سری کورس هست توی یوتیوب به اسم NLU Natural Language Understanding مختص این موضوع که به چت بات کمک کنه که بهتر درک کنه. مثلا با پیشرفت این بحث پرامپت انجینیرینگ تبش میخوابه. قبل از چت جی پی تی هم پرامپت انجینیرینگ ما خیلی سخت‌تر بود واقعا، پس کن با یک من تا به جوابشون برسن. ولی خب الان خیلی ساده‌تر شده و احساس می‌کنم در آینده آنچنان بهش نیازی نباشه. یک نمونه برای شما بگم. اینو مثلا کنم با مدل تکست داوینچی 203 که توی پلیگراند خود اوپن ای اس میتونید باز کنید. من بهش گفتم که 1 میلیون رو زدن 9000 کن، به من جواب داده 9 میلیون. جواب اشتباهیه. در اینجا ازش خواستم که 1 میلیون رو زدن 9000 کن، ولی بعدش بهش گفتن که صفرایی که جلوش میذاری دقیق باشه و اگه زیاد هم باشه نداره بذار. و درستی به من جواب داده. اینا یک مدلن. ولی ببینید تاثیر پرامپت رو وقتی بیشتر توضیح دادم بهتر جواب گرفتم. حالا این یک نمونه بود که چیزش نشون بدم. حالا اینجا من میخوام یه نمونه رو به شما نشون بدم. اگر چیز کنیم من میتونم
اینجا الان من دارم از API کی OpenAI استفاده میکنم، به شما نشون بدم که این چجوری استفاده کنیم. گوگل درایو هم نمیخواستم، این واسه پروژه بعدی بود که الان امروز هم. ببینید من اینجا یک سیستم پرامپت دادم. سیستم پرامپت اینجوری که جدا از متن با مدل انگار داری صحبت میکنه. بهش گفتم که یک اوردر باتی واسه یک پیتزا رستورانی، اینم منوه، درست رفتار کن و چیز کن. شما واسه کن این پرامپت رو بهش دادم، این دانش درون مدل هست. حالا میام باش بازی میکنم. اصلا با هر زبونی که بخوام، اصلا به این اطلاعات انگلیسی بهش دادم، بیام باش فارسی صحبت کنم. مثلا سلام، قیمت پیتزای متوسط پنیری چنده؟ اینجا فکر کنم یکم داره خوب کار نمیکنه، چون مدل چت جی پی تی روی انگلیسی خوبه، روی زبان دیگه هم ضعیف‌تره. حالا مثلا من میگم بزرگ، این درست کار میکنه. قیمت رو درست داد. قیمت پیتزای متوسط پنیری بزرگ $10.95. پیتزای پنیری بزرگ $10.95. من مثلا گیاهخوارم، چه پیتزایی به من پیشنهاد میدی؟ مثلا به پایین‌تر. آره، برای گیاهخواران پیتزای بادمجان یک گزینه خوب است. آیا مایلید اندازه سایز آن را مشخص کنید؟ این همینجوری مثلا میتونه با شما صحبت کنه، با اینکه نگفته بودم مثلا به گیاهخوارا بگو که چنین پیتزایی مناسبه واسهشون، چه اطلاعاتی داره. حتی میتونید انگلیسی باهاش صحبت کنید. چنین قابلیت‌هایی رو در اختیار شما قرار میده و این خب خیلی خوبه. ولی ما یک محدودیتی داریم. یک چیزی هست در مورد LLM ها به اسم کانتکست ویندو، یعنی محدوده‌ای که میتونی بهش پرامپت بدی، اندازه پرامپت. جی پی تی 3.5 توربو که رایگانه 4000 تا کانتکست ویندوی توکنشه. یه نسخه 16 کایی داره. جی پی تی 4 8K داره با 32K. خب طول پرامپتتون میتونه باشه آنقدری که در ذهنش میمونه، یعنی هر چقدر طولانی تر بشه از اون حد کانتکست ویندوش بگذره، از این بالا حذف میکنه. شما هم دقت کنید با جی پی تی اگه مثلا چت کنید، بعد از یه مدت اون چیزایی که بالاتر بوده رو یادش رفته. وقتی که به این مشکل خوردیم، حالا من اسلایدر رو بیارم، وارد فاز دوم میشیم به اسم اینفورمیشن ریتریوال. اینفورمیشن ریتریوال به این صورته که ما که عالمه داکیومنت داریم. این داکیومنت ها خب بیشتر از اون کانتکست ویندو هم، مثلا ما 10,000 تا داکیومنت داریم. خب میخوایم از این دانش هم بر مدلمون استفاده کنیم. چیکار کنیم؟ ما میام این داکیومنت ها رو میخونیم، حالا از هر نوعی که باشن. حالا اگه دوست داشتی تحقیق کنید که لنگ چین، این ابزار لنگ چین و لاما ایندکس، این ابزار در اختیار شما قرار میده. شما بیا اون داکیومنت ها رو بخونید، اسپلیتش کنید، بشکنیدش به کوچیک‌تر. حالا اینکه چجوری بشکنید، چجوری تقسیم بندی کنید، هم هنره هم مهندسیه. یه چیزایی بین خلاقیت و مهندسیه. اینا رو که اسپلیت کردید، باید بیاید توی یک نوع خاصی از دیتابیس به اسم وکتور دیتابیس ذخیره کنید. وکتور دیتابیس ها برای این ساخته شدن که امبدینگ ها رو ذخیره کنن. امبدینگ چیه؟ امبدینگ تصویر عددی محتوای متنیه، یعنی مپ شده. مثلا کلمه سی به یک وکتوری مپ شده که مثلا 1500 تا اندازش 1500 تاست، که این 1500 تا معنای سیب رو از زاویه‌های مختلف تو خودش ذخیره کرده. ما این داکیومنت ها رو که اسپلیت میکنیم، هر کدوم از این اسپلیت ها رو یک امبد میکنیم به یک وکتوری و اون وکتور رو
در وکتور دیتابیس ذخیره میکنیم. ما الان مثلا ردیس چنین وکتور دیتابیس داره، مثلا پستگرس چنین وکتور دیتابیسی داره، کروما هست و نسخه‌های دیگه که حالا با توجه به رشد LLM ها هر روز دارن توسعه پیدا میکنن. حالا که اینا رو تو وکتور دیتابیس ذخیره کردیم، ما کوئری میزنیم، مثلا سوال خودمون رو میپرسیم. اول حالا ما میره یک فرایندی آنچه که به این کوئری و این کوئسشن نزدیکه رو از این وکتور دیتابیس بیرون میکشه. آن اسپلیت های آن تیک هایی از وکتور، آن تیک های از دیتابیس که مثلا مرتبط با سوال ما رو بیرون میکشه. این خودش یه الگوریتمیه، چندین الگوریتم مثلا اصطلاحاً میشه سمنتیک سرچ معنایی. اون چیزایی که مرتبط با اینا رو بیرون میکشه، اونا رو در اختیار مدل قرار میده. حالا مدل با اون با اینکه اینا رو در اختیار خودش داره و این سوالی که اینجاست به سوال شما جواب میده. میگم این یک دید کلی و بزرگیه. هر کدوم از اینا باز میشه بحث کردیم که کدوم روش بهتره، چیکار کنیم چیکار نکنیم و میشه باز تمامش صحبت کرد. اینفورمیشن ریتریوال هم اومدیم به درد ما نخورد. ما میتونیم فاین تون کنیم. فاین تون کردن دردسر داره. ببینید فاین تون توی ادبیات گذشته لنگویج هوش مصنوعی به این صورت بود که ما یک سری مدل داشتیم، این یه سری از ویتاش فریز میکردیم، به اون ویتای اون پارامترهای اولیه رو به خصوص، چون اونا اکثرا یه دونه لو لول پترن ها رو یاد میگرفتن. اون هدش و اینجور چیزها رو یه تغییراتی انجام میدیم و اون فاین تون انجام میدادیم. ولی خب یک مدل 7 بیلیون پارامتری رو بخوای فاین تون کنی زیاد چیز جالبی در نمیاد از لحاظ هزینه محاسباتی و اینجور چیزها. به روش‌های جدیدی بسنده کردن و میخوان ازشون استفاده کنن که جلوتر میگیم. برای فاین تون کردن در حال حاضر مدل لاما 2 بهترین گزینه ممکنه. بهترین سری مدل های اوپن سورس که با کیفیت ترینشون که در حال حاضر وجود است نسخه لاما 2 که حالا میتونید دسترسی بهش پیدا کنید. احتمالاً داخل ایران یکم سخت، اگه رفیق اون بردارید بهش بسپرید این کار انجام بده. شما داخل ایران باشن تا اکانت خواستم بکنم نشد، ولی خب اون ور رفیقم تونست این کار انجام بده. حالا ما خودم مثلا یه کاری انجام، ما یه فاین من خودم یه فاین تون انجام دادم رو RTX 3090 24 گیگ لاموتو 7B رو تونستم با این چیز کنم، فاین تون کنم. یه چیزی هم بگم، ما وقتی فاین تون میکنیم روی دیتا ستی، علاوه بر اون که مثلا دانش اون دیتا ست رو میگیره به خودش، رفتار اون دیتا ست هم به خودش میگیره. مثلا اگه اون دیتا ست ادبیات کوچه بازاری داشته باشه، مدل شما کوچه بازاری میشه. اگه رفتار ادبیاتی داشته باشه، مدل شما همونجوری میشه. همون اخلاق رو یاد میگیره، دانش هم در کنارش که داخل متن رو یاد میگیره و دیتا شما بهتره که کیفیت بالاتری داشته باشه، دیورس باشه، حالتهای مختلف رو در نظر بگیره، واقعی باشه و تعدادش هر چه ممکن زیاد بشه. ببینید الان یک اپروچی به مسئله ماشین لرنینگ هست و داره به این سمت میره، دیتا دیولپمنت اپروچه. ما قدیم‌تر مدل دیولپمنت بود، میومدیم مثلا مدل رو روی دیتا ستی ترین می‌کردیم، می‌دیدیم مدل مثلا خوب جواب نمیده، هایپر پارامتر رو تغییر میدادیم، یکم نورون لایه اضافه می‌کردیم به مدل، بعد دوباره تست می‌کردیم. اینا دنیای LLM ها دیتا دیولپمنت ساختار مدل هست. شما برو دیتا تو با کیفیت تر کن، رو دیتات کار کن و الان داره به این سمت میده. اگر حوزه ماشین لرنینگ هستید به اینم یه نگاه بندازید که بهتره که دیتاتون بیشتر وقت بذارید. یه مقاله‌ای بود خیلی معروفه، unreasonable effectiveness of data. این مقاله واسه قدیم‌تره، مدلون بررسی کردن دیده بودن که بیشتر کردن تعداد دیتا از بهتر کردن، سنگین‌تر کردن مدل اثر بهتر و مناسب‌تری داره. اینم بگم، حالا اینو من تو اسلایدها نیاورده بودم، شاید به تاثیر که خب مدلی که مثلا 7 بیلیون پارامتره کیفیت یک مدل 180 بیلیون پارامتری نداره. نه، مدل 180 بیلیون پارامتری جنرالیسته، تو همه موضوع سر در میاره و خب میتونید شما مدل کوچیک‌تر داشته باشید
و این مدل تخصصی توی حوزه خاص باشه، مثلا کدینگ، مثلا داده‌های پزشکی، داده‌های فایننس. اینا تحقیقات نشون داده که حتی این مدل‌های کوچیک‌تر در حد جی پی تی 4 هم میتونن کار کنن اگه دیتای خوب بهشون داده بشه، ولی روی تسک خاص. روشی که برای فانکشن استفاده میکنن لورا به این صورتی که به وزنهای اصلی مدل کار نداره، جای مدل میاد وزن اضافه میکنه، میاد وزن میذاره و بعد شما اینا رو ترین میکنید. اکثرا مثلا اگه مدل 7 بیلیون پارامتری باشه، شما روی مثلا 70 میلیون پارامتر مثلا فاین تون میکنید. بازم زمان زیادی میبره، ولی باز بهتر از اینکه کل مدل مثلا فاین تون کنید اینجور چیزها. و این در کنار مدل قرار میده این فاین تون میشه. اون موقع خواستید مثلا اینفرنس کنید، مدل اصلی لود میکنید، مدل لورم رو کنید، اینا رو با هم دیگه میچسبونید و این کار خودش رو انجام میده. نسخه بهتر این کیولورا هست، چون اینا باز 32 بیت انجام میده. کیولورا کوانتایزده به این صورت که به جایی که 32 بیت باشه 4 بیته. این تو اسلایدهای اولیه بود، اینجا بود. داره این 32 بیت 4 بیت میشه مثلا، و این باعث میشه که خب مدل کم حجم تر بشه و بشه مثلا هم مثلا توی جی پی یو هم مثلا وزن مدل ها ذخیره بشه، هم گرادیانتشون ذخیره بشه تا بتونه مدل مثلا از وزنش آپدیت کنه. و این بود از ارائه بنده. حالا اگر سوالی باشه من در خدمتم. خیلی ممنون رضا جان، مطالب خیلی خوبی بود. من ویدیو رو استاپ کنم.